کیمیا بتون. با توجه به توضیحات داده شده ما طرح اختلاط بتون رو میخوایم به شکل عملی نشون بدیم که از قبل مواد و مصالحمون رو آماده کردیم. در مرحله اول ما ماستر کامل اضافه میکنیم به بتون. برای طرح اختلاط آزمایشگاهی ما حتما باید کامل مصالحمون رو تو دیگی که داریم پخش بکنیم. بعد از اضافه کردن ماست نخودی رو اضافه میکنیم و بعد از اون بادومی. در مرحله اول مصالح سنگی رو با هم میکس میکنیم و بعد سیمان رو بهش اضافه میکنیم. بعد از میکس کردن کامل مصالح سنگی سیمان رو به اون اضافه میکنیم و پس از اون آب رو. در این مرحله بتون کاملا میکس و آماده شده که در طول حدود 20 تا 25 دقیقه به صورت کارگاهی باید این به مقصد برسه و اسلامپ اون محدوده بین 6 تا 8 سانتی متر می باشه. طبق گفته‌ای که انجام شده ما قراره قبل از استفاده از مواد افزودنی و بعد از استفاده از مواد افزودنی رو در تصویر بهتون نشون بدیم. بتون کیمیاست. شرکت کیمیا بتون یزد.